اطلاعیه د افغانستان بانک. هموطنان گرامی، در این اواخر بانکنوت‌های جعلی افغانی بالاخص بانکنوت‌های 500 افغانیگی و 1000 افغانیگی به شکل از اشکال وارد بازار شده است. از این رو لطفاً در حین داد و ستد و خرید و فروش به تفاوت‌های ذیل در میان بانکنوت‌های جعلی و اصلی توجه نمایید. اول، خصوصیت متفاوت کاغذ بانکنوت‌ها. بانکنوت‌های جدید اصلی دارای کاغذ درشت میباشد، در حالی که نوت‌های جعلی این خصوصیت را ندارد. دوم، واترمارک. در بانکنوت‌های جدید اصلی واترمارک به طرف چپ قرار دارد و در مقابل روشنی آفتاب مقبره میرویس نیکه دیده می شود، در حالی که در نوت‌های جعلی مقبره میرویس نیکه به وضوح قابل دید نیست. سوم، کیفیت چاپ. در بانکنوت‌های اصلی بعضی از نشانه‌های چاپ شده توسط انگشتان دست قابل لمس میباشد که این کیفیت در بانکنوت‌های جعلی وجود ندارد. چهارم، و هرگاه بانکنوت‌های اصلی 500 افغانیگی و 1000 افغانیگی در مقابل نور گرفته شود، فیته هولوگرافیک آن با سه رنگ سبز، زرد و آبی به نظر می‌رسد، در حالی که این خصوصیت در بانکنوت‌های جعلی غیر شفاف و کم رنگ به نظر می‌رسد.